حالا این چون واقعا هیچ مزه نداشت، من سعی میکنم که یه ویدیو دیگه هم براتون بگیرم از اسپرونو یک جای دیگه کلا و بهتون بگم که حالا اینطوری بود یا اینکه کلا اسپرونو مزه نداره. ولی خب من یادم وین داشت، مثلا این مزه داشت، قشنگ یادم یه جوری بود. هیچ متاسفانه شاید حجم، میدونی شاید حجم شیر نارگیلش خیلی زیاده، نمیدونم، چون که البته نه اونی که از وینم گرفتم همین بود که بهش سایزش همین بود. چیزی که متوجه شدم مثلا ماچا اینطوریه، ماچا درجه بندی داره کیفیتش. خب یعنی مثلا از این چیزی که من متوجه شدم از کیلوی 7 میلیون هست تا 24 میلیون. بعد برای همین مزه های متفاوتی رو شما میگیرین ازش، شاید جاهای مختلف یه کوچولو با هم فرق دارن.